سانسور تا شبکه 4 اومده. زدم شبکه 4 قمه عالم رو سینم نشست. دلم واسه مظلومیت و تنهایی شبکه 4 سوخت. اسخرم احساس کردم تنها کسی هم که تو 80 میلیون جمعیت شبکه 4 رو نگاه میکنم. شعر و شاعری بود، برنامه هر چی می و مستی و شراب بود سانسور شده بود. مجری از حافظ میخوند برگیر خیار طرب انگیز و بیا بیا. خیام که همش می و مستی بود. تا مجری خواست بخونه لال شد. میخورم زدم کانال. بعد تبلیغ رنگمون بود، یه خانم با مقنعه جلو دوربین. رنگ موی اردک. از وقتی از رنگ موی اردک استفاده میکنن به موهام میسازه بود، دیگه موهام نمیسوزه. میخواستم ببینم چجوری میخواد ثابت کنه. یهو دیدم قهوه‌ای شد مقنعش. گفتم یعنی آدم از معصومیت نگاهت بعد بفهمه تو راست میگی. زدم کانال 3 مسابقه والیبال حرکت آهسته، همش سانسور. فکر کردم ایراد از فیلمه، بعد دیدم ایراد از تماشاچیاست. بیچاره سانسور چه عذابی کشید توی این قصه.